سلام و درود خدمت اون دسته از لالیگا که در حال تعیین ملیتشون داخل جام جهانی آینده است. اجازه بخواستم بگم که تیم باشگاهتون رو انتخاب کنید اگه حواستون باشه. سلام و درود خدمت اون دسته از بورسایی‌ای که به خاطر یه سال لالیگا زدن. چی متوجه نشدم. یه بار دیگه بگو. که به خاطر یه سال لالیگا زدن. میبینم که خاطرات جدیدت خاطرات قدیمتو از یادت برده عزیزم. اولا 2 سال لالیگا زدن، دوما بیا یه چیز قشنگتر بگیم. بگو دهنت عادت کنه. 8 بار در 15 سال اخیر. این جالب چیه؟ یعنی که اگه 7 سال متوالی پشت سر هم بازم لالیگا بزنی آزم امورمون برابر میشه. نه ببین دردناک بود، ولی میدونی چی دردناک داره؟ این دردناک داره که ما بالاخره بعد 7 سال به شما میرسیم. یه 100 و چند سال دیگه وایسیم تا شما سگانه‌هاتون به ما برسه.